حلالی پدر آسمانی، شکرگزاریم برای این لحظه، برای امشب که ما فرصت دادید یک بار دیگه از کلامت بشنویم. خدا ازت می‌طلبم که از دهان من سخن بگی روح القدس و این کلام در تمام وجود عزیزانم بشینه، در جسم و جانشون بشینه و در زندگی‌هاشون عمل کنه. خدا در نام مسیح عیسی آمین. هللویا. شکر. در چند جلسه گذشته راجع به طبیعت ایمان و ماهیت ایمان با هم صحبت کردیم. راجع به صحبت کردیم که ایمان مسیحی یک موضوع کلیشه‌ای و ساده نیست. وقتی ما اسم خودمون می‌ذاریم ایماندار، بایستی از این اسم بتونیم دفاع کنیم. این اسم نباید باعث سخره مسیحیان بشه. وقتی من میگم ایماندار، نه یه طرف ایمانداره دیگه، اسم خودش گذاشته مسیحی و هر کاری میکنه و این از خداوند نیست. بس به خاطر اینکه بتونیم زندگی داشته باشیم که 100% اراده خداوند رو انجام بده، 100% نمیخوام کمالگرایی باشه، چون ما نیستیم که عمل میکنیم، روح القدس که در ما عمل میکنه. اگه میگن 100% از خداوند میخوان که 100% در ما عمل کنه، ما اجازه میدیم خدا در ما عمل کنه. پس اومدیم راجع به این موضوع صحبت کردیم که ایمان در مسیحیت چیه، ایمان چه شکلیه، ایمان آیا میشه ایمان افزایش داد، ایمان کاهش پیدا میکنه، سطح ایمانش چطوری میشه سنجید، ایمان ما در چه سطحیه، آیا میتونیم ایمانمون تقویت کنیم، ایمان چطوری میتونیم تقویت کنیم، بعد ایمان چه مراتبی داره، ما این صحبت کردیم. کم ایمان چه شکلیه، ایمان قوی چه شکلیه، بی ایمان چه شکلیه، ایمان خارق العاده چه شکلیه. یه مثالی از کتاب مقدس زدیم، گفتیم که اسمش گذاشتیم ایمان که سقف رو میکنه، ایمان سقف کن چه شکلیه، که اومدیم اونجا مثال زدیم اون 4 نفری که اون مریض رو از طریق شکافتن سقف به حضور خداوند عیسی مسیح آوردن، چه ایمان عظیمی داشتن و عیسی مسیح خداوند گفت به خاطر ایمان اینها اون شخص رو شفا داد. پس بیاین یه سری آیات کلیدی رو با هم مرور کنیم. از جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم ولی لازم میدونم که اینجا مرور کنیم. هللویا. شکر. خب چرا ایمان انقدر مهمه؟ چون تو کلام خدا روش تاکید شده. عبرانیان باب 11:6 بهمون چی میگه؟ که بدون ایمان نمیشه خداوند رو خوشنود کرد. پس خوشنودی خدا در ایمان ماست. تو رومیان 12:3 خوندیم راجع به اندازه ایمان که خداوند اونجا داره به اون میگه به هر کسی به یک اندازه ایمان داده. مثل اسلایس های یک کیک که وقتی میبریم برای همه به یه اندازه میبریم، حتی نه موقعی که بخوایم به یکی بیشتر حال بدیم. ولی خداوند خدای عادله، خدای پارساست، خدایی نیست که حق و ناحق کنه. پس اندازه ایمانو به همه به یه اندازه داده. پس ممکن تلویزیون رو باز کنید بگید ای کاش ایمان من اندازه برادر فلانی بود، ای کاش ایمان من اندازه خواهر فلانی بود. نه، ایمان شما همین الان میتونه به اندازه عیسی مسیح خداوند باشه، میتونه از ایمان برادر خواهر فلانی بیشتر باشه. چطوری؟ از اون زمانی که با خداوند میذارید، از اون زمانی که در خواندن کلام میذارید، از مقدار زمانی که در مدیتیشن کلام، خواندن و ماندن در کلام تا کلام خدا براتون مکاشفه بشه. در جلسه اول گفتم طریق تقویت کردن ایمان ماندن در کلام خداست. چون تو رومیان 10:17 میخونیم که کلام خدا به ما میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شنیدن اول شنیدن از گوشه، شنیدن دوم اون ریما یا مکاشفه کلامه که باعث میشه ما در کلام تربیت بشیم، در کلام رشد کنیم و باعث آزادی ما بشه، باعث بشه که وجدان ما در آزادی زندگی کنه. و ببخشید از اهمیت این موضوع بسیار صحبت کردیم که چرا باید وجدان ما پاک بشه، چون دنیا میاد وجدان ما رو آلوده میکنه. تو جای دیگه از کلام خوندیم که ما با ایمان راه میریم نه با دیدار. تو رومیان باب 1:17، عبرانیان 10:38 و در عهد عتیق هم چند جا اشاره شده که عادل به ایمان زیست میکند. و در نهایت آیه اصلی که ما رو به فکر وامی داره که عیسی مسیح واقعا ما چه انتظاری داشت، از شاگردان چه انتظاری داشت وقتی این کلامو گفت. تو مرقس باب 11 آیه 23 و یه مقدار قبل‌ترش براتون میخونم، هرچند تو جلسات قبل هم خوندیم، یک بار دیگه ما هم دیگه میخونیم. مرقس باب 11 آیه 23.
موضوع اینجاست که شاگردان دارن با عیسی مسیح میان، عیسی مسیح که درختی رو لعنت میکنه، اون درخت خوش میشه، بعد شاگردان میبینن، بعد شاگردان سوال میپرسن اینجوری اونجوری که چطوری میشه این کار کرد. که اگر اینجا میرسه آیه 23 آمین به شما میگویم اگر کسی به این کوه بگوید از جا کنده شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه میگوید روی خواهد داد برای او انجام خواهد شد. اوکی؟ میگه اینجا عیسی مسیح میگه بلکه ایمان داشته باشد. وقتی میگه بلکه ایمان داشته باشد، اینجا اصل واژه یونانیش داره میگه اگر ایمانی از جنس ایمان خدا داشته باشید. خیلی پیچیده شد. من چطور میتونم جنسی از ایمان خدا داشته باشم؟ مگه میشه؟ آره میشه. چون شما واسطه کار عظیم عیسی مسیح بر روی صلیب و زنده شدنش از اون مردگان و اون قدرت عظیمی که عیسی مسیح در مردگان برخیزانید در شما عمل کرد و شما عیسی مسیح درباره قلب و زندگی شما شد و شما ایماندار شدید و روح القدس در درون شما نشست، شما همون قدرت رو دارید. چرا؟ چون کار روح القدس کار شما نیست. بایستی رابطتون رو با روح القدس تنگاتنگ کنید. باید با روح القدس هر روزه قدم بزنید و عمل کنید تا تربیت بشین، تا ایمانتون به شباهت ایمان خدا بشه. کم کم. قبلا در جلسات قبل صحبت کردیم که ایمان خودتون رو بیش از اندازه فشار بهش نیارید. اگر تازه دارید شروع می‌کنید از چیزهای خیلی کوچیک در زندگیتون شروع کنید. یه دفعه برای چیزهای عظیم نمیخواد تو کنید، چون احتیاج داره مثل ورزشگاه که میره باشگاه ورزش میکنه، دمبل میزنه. ما هم باید ایمانمون رو این شکلی تقویت کنیم. مثال زدم ازتون، حتی برای این خودتون رو تربیت کنین که چطوری با روح القدس اگر بخواید رابطه بگیرین، خودتون رو تربیت کنین که خداوندم چه لباسی حتی بپوشم. از این چیز خیلی کوچیک. صبح که میخواین از خونه بریم بیرون، روح القدس من چه لباسی میتونم بپوشم. خیلی ساده. از این طریق شروع کنین کار کردن باهاش، ارتباط گرفتن. یا نه میخواین ایمانتون رو بسنجین، میخواین از طریق ایمانتون عمل کنید، چیکار میتونید بکنید؟ بایستی چطوری اندازه ایمانتون رو بسنجین که گفتم که ایمان چقدر در کلام میبینید، با کلام خودتون میسنجید. و حال اینکه بخواین ببینین چطوری میتونید کار ایمانی کنین. مثلا شاید نمیخوام مثال بعدی بزنم، مثلا خرید یک جوراب شاید هنوزم سخت باشه. برای خرید یک جوراب هم دعا کنید، کار ایمانی کنید. پول خرید جوراب شاید همه داشته باشن، ولی چون انسان ذاتاً انسانی که به روتین عادت میکنه، به روال روزانه عادت میکنه، برای جوراب خریدن حتی دعا نمیکنه. خاطر همین هیچ وقت تربیت نمیشه از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی تربیت نمیشه که برای چیزی دعا کنه. مثلا این میخوایم یاد بگیریم برای چیزهای کوچیک دعا کنیم که بعداً چیزهای بزرگ رو در دعا به دست بیاریم. لازمه که در چیزهای کوچیک هم امین باشیم و دعا کنیم برای به دست آوردنش. نه که الان من پول جورابو دارم میرم میخرم، این برای تمرین چیز خوبی نیست. چون طبق عادت خیلی کارا رو انجام میشه، اون وقت برای دعا کردن و حرکت ایمانی کردن قضیه سخت میشه. پس عیسی مسیح اما خواست که ایمان به شباهت ایمان خدا داشته باشیم. ببینیم پس ممکنه، چون اون روح القدس در عیسی مسیح داشت عمل می‌کرد، در ما هم داره عمل می‌کنه. در اون 100% عمل می‌کرد، در ما در مجید 1%، در برادر فلانی 5%، بخش در خواهر فلانی 6%. بستگی داره که اون شخص چقدر از اون اندازه ایمان که مثال زدم اسلایس کیک چقدر داره استفاده می‌کنه. پس مهمه که ما اندازه ایمانو که خداوند ما داده، همون روح القدسی که 100% در ما ساکنه رو باهاش کار کنیم و ازش استفاده کنیم. خاطر هم عیسی مسیح میگه شما کارهای بزرگتر از من هم خواهید کرد. و دیدیم که رسولان کردن که حتی سایه پتروس شفا میداد، یا اون دستمال هایی که پولس براش دعا میکرد و میفرستاد و شفا میداد. عیسی مسیح شما این کارا نکرد، ولی رسولان کردن. این همون کار روح القدسه، همون استفاده از اندازه ایمانی که پولس رسول داره تو رومیان باب 12 آیه 3 بهش اشاره میکنه. پس اهمیت ایمان رو متوجه شدیم که چرا انقدر مهمه، چرا ما چند جلسه براش وقت گذاشتیم. اومدیم بعد از این مباحث در جلسه قبل اومدیم راجع به ایمان. حالا ایمان تونستیم چیه، اهمیتش رو فهمیدیم چیه، تعریفش رو فهمیدیم چیه،
که چطوری میشه تقویتش هم کرد دونستیم. حالا اومدیم راجع به این صحبت کردیم. خصوصیات ایمانی که عمل میکنه چیه؟ ایمان چه شکلی عمل میکنه؟ چند تا طریقی که باید برای عملکرد ایمان انجام بشه رو با هم صحبت کردیم. ایمان میبیند، ایمان سخن میگوید و ایمان عمل میکند. که مثال زدیم، مثال متنوع زدیم که آشکارترین مثالش در پیدایش باب 1 بود که خداوند چطوری دنیا رو خلق کرد، چطوری انسان رو خلق کرد. خداوند گفت و شد. خدا گفت انسان رو به شباهت خودمان خلق کنیم. گفت و شد. تصویری خداوند در ذهن خودش داشت یه انسان رو به شباهت خودش خلق کنه. اون شباهت رو گفت و شد. این ایمان 100% که عمل کرد. پس 3 قدمش با هم رفتیم. ایمان می‌بیند، ایمان سخن میگوید یا فرمان میدهد و ایمان عمل میکند. اگه بخوایم به بعد انسانی نگاه کنیم، صحبت کردیم که یعقوب میگه ایمان بدون عمل مرده. اومدیم از عملکرد پتروس برای رفتن روی آب صحبت کردیم که صدای خداوند عیسی رو شنید، لبیک گفت، حرکت کرد، عمل کرد، رفت روی آب. این 3 قدم داره نشون میدن که عملکرد بایستی چیزی باشه که توش یه کار فیزیک باشه، کار اتفاق بیفته. فرق تو فیزیک میخونیم، فرق انرژی با کار چیه؟ باید اون انرژی که در وجود ماست به کار تبدیل بشه، عمل کنه. و به این شکل اینا رو توضیح دادیم. این مبحث دیگه که می‌خواستم از جلسات قبل بهتون بگم که لازمه راجعش مرور کنیم که چرا ایمان در مسیحیت ما متفاوته. این یک مبحث بود که شاید دوباره بگم، اینه که ایمان مسیحیت ماوراءالطبیعه و اون چیزی که در عالم روحه به عالم جسم میاره، به فیزیک میاره، از متافیزیک به فیزیک میاره، چیزهای نادیدنی دیدنی میکنه. چون ایمان مسیحیت از چیزهای نادیدنی صحبت میکنه که واسطه کلام ایمان به چیزهای دیدنی تبدیل میشه. فرق نمیکنه شفا یه چیز نادیدنی و ماوراءالطبیعه است، باید به فیزیک تبدیل بشه. فرق بخواد به دولتمند تبدیل بشه احتیاج داره، چیزی که وجود نداره، پول و ثروتی وجود نداره، بایستی به واقعیت تبدیل بشه. پس ایمان مسیحیت از حقیقت نادیدنی صحبت میکنه که واسطه کلام ایمان به واقعیت تبدیل میشه. پس به خاطر همین باید با ایمان وایسیم چیزهایی که میخوایم به دست بیاریم. خاطر همین حالا که موضوع به اینجا رسید، اون آیه کلیدی ایمان، تعریف ایمان رو یک بار دیگه با هم بخونیم که دقیقاً همین موضوع اشاره میکنه. عبرانیان 11:1. ببخشید من خیلی سریع دارم صحبت میکنم، خواهش میکنم که حتما آیات رو اگر نمیرسید یادداشت کنید، من حتما فایل رو میذارم و شده چند بار گوش بدین. عبرانیان 11:1. ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. هللویا. اگه بخوایم ترجمه کنیم این آیه رو، فارسی رو به فارسی ترجمه کنیم، یه ایمان ضامن، تضمین، بیمه چیزهایی است که بدان امید داریم، به دست نیاوردیم، و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. برهان یعنی اون خمیرمایه، ذات یک چیز، و ذات اون چیز رو هنوز نمیبینیم و ذات اون چیز هنوز دیده نمیشه، در دنیای نادیدنیه. پس برهان آنچه هنوز نمیبینیم از طریق ایمان اتفاق میفته. پس اون خمیرمایه، چیزی که دیده نمیشه در عالم نادیدنیه، اون باید به امور دیدنی تبدیل بشه. مریضی باید به شفا تبدیل بشه، فقر بایستی به ثروت تبدیل بشه، مشکلات خانوادگی باید شفا پیدا کنه، مشکلات افسردگی و روانی بایستی شفا پیدا کنه. چون عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داد. ما مبادله بر روی صلیب رو میدونیم. عیسی مسیح واسه کار عظیمی که بر روی صلیب کرد، فقر ما رو بر خودش گرفت، مریضی ما رو بر خودش گرفت، لعنت‌های نسلی و لعنت‌های شخصی که خودمون تو زندگی اشتباه گذاشتیم برای خودمون آوردیم و بر خودش گرفت. و چی به ما داد؟ شفا شو داد، دولتمندی شو داد، آزادی شو داد، رهایی شو داد. همه چیز رو برای ما داد تا ما در این دنیا شکوهمندانه و سربلند زندگی کنیم. ابدیت مشخصه، چون روح ما عادله، چون عیسی مسیح پذیرفتیم.
خدا میخواد که ما در این دنیا هم همون جوری که در دنیای بعد زندگی خواهیم کرد واقعا سرافراز و شکوهمندانه زندگی کنیم در نام مسیح. پس ایمان رو هم تعریف کردیم. بریم به قسمت بعدی. فکر کنم از اینجا که میخوام صحبت کنم درس این جلسه آغاز میشه. خب خلاصه کوتاه بهتون گفتم ایمان میبیند، ایمان فرمان میده، سخن میگوید، ایمان عمل میکند. برای اینکه قدم بعدی رو با هم آغاز کنیم به امید خدا این جلسه به جمع‌بندی به بحث نصف نمونه، من لازم دونستم شاید اهمیت این موضوع رو این مقدار رادیکال‌تر و سختگیرانه‌تر نگاه کنم که شاید بعضی عزیزان رو مشتاق‌تر و سخت‌کوش‌تر کنه در این زمینه. نه که باید این کار رو مذهبی کنیم، بلکه در کلام خدا بیشتر تمرکز کنیم و در کلام خدا بمونیم. بریم به پیدایش باب 5 آیه 19. یارد پس از آوردن خنوخ 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. 21 خنوخ 65 ساله بود که متوشاله را آورد. 22 خنوخ پس از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه میرفت و پسران و دختران دیگر آورد. 23 پس روزهای زندگی خنوخ به تمامی 365 سال بود. خنوخ با خدا راه میرفت و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او را برگرفت. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی پیدایش رو میخونیم که بعد از اینکه آدم و حوا سقوط کردن، میانگین عمر انسان ها تا قبل از اتفاقی که در زمان نوح افتاد حدوداً 1000 سال عمری کردن انسان ها، ولی خنوخ تا 365 سالگی خدا رو به آسمان برد. اینو وقتی میخونید فکر نکنید که خداوند رو به آسمان برد یعنی طرف مرد. نه مرد. وقتی میگه که دیگه یافت نشد زیرا خدا او را برگرفت، خیلی مهمه. خدا او را برگرفت. دقیقاً این آیه در عهد جدید میخونیم وقتی که بحث از آخر زمان و ربودگی کلیسا میشه. همین واژه اصلیش در عبریش و یونانیش یکیه. خنوخ، خلاصه بگم، خنوخ نماد کلیسا در عهد جدیده. کلیسایی که بیداره، کلیسایی که با خداوند وقت میذاره، کلیسایی که تولد تازه داره، کلیسایی که روح القدس داره، کلیسایی که روح القدس میشنوه و عمل میکنه. چرا؟ چون میگه نشانه هاش خنوخ با خدا راه میرفت. الان با خدا ما چطوری میتونیم راه بریم؟ وقتی در کلامش بمونیم، وقتی با روح القدس وقت بذاریم، وقتی در کلام میمونیم، با روح القدس همنشین میشیم، انگار داریم با خدا راه میریم. انگار نه، با خدا داریم راه میریم، چون روح القدس خداونده. بود سوم تثلیثه و اون وقت خنوخ نایاب شد و خدا او رو برگرفت. هوشیار باشیم، در زمانهای آخر کلیسایی رو بوده میشه که با خداوند داره راه میره، نه صرفا کسی اسمش رو بذاره ایماندار. کلیساییه که با خداوند داره قدم میزنه، کلیسایی که بیداره، کلیسایی که عیسی مسیح پشت در کلیسا نمونده، کلیسایی که مردم در اونجا، منظورم کلیسا شخص ها، نه که بگیم الان ما، اون شخصیه که با خداوند وقت میذاره. خنوخ نماد اون شخصیه که وقتشو با کلام خدا میذاره، با روح القدس مشورت میکنه، با ایمان زندگی میکنه. چون عبرانیان 11:6 که خوندیم میگه جز به ایمان نمیشه خدا را خوشنود کرد. بعدش میاد مثال زندگی خنوخ رو میزنه. پس خلاصه بگم خدا کسانی که ازشون خوشنوده رو در روزی که عیسی مسیح میاد با عیسی مسیح به آسمان میبره و اون ربودگی بر اون اشخاص اتفاق میفته. پس بیایم در کنار همه سختیاتی که زندگی ها هست، در کنار همه شادی ها، غم ها و در نام مسیح غم نباشه، همیشه شادی باشه، در کنار همه این مسائل وقتی مخصوص برای خواندن کلام، ماندن در کلام، پرستش و مشورت با روح القدس، مدیتیشن در کلام، زندگی هر روزه با روح القدس رو داشته باشیم. تمرین کنیم. من چیزای کوچیک مثال زدم، چه لباسی بپوشم، چی درست کنم، حتی سعید خونه میرم بقالی چی بخرم. از همین کارهای خیلی ساده شروع کنیم.
برای اینکه یاد بگیریم با روح القدس تربیت بشیم. چون روح القدس در ما هست ولی ما باید خودمون باهاش ارتباط بگیریم. چون خدا مشتاق ماست. خدا مشتاق ماست که ما اون جوینده او باشیم. حالا که به اینجا رسید خیلی کوتاه اینم بگم که چرا خدا مشتاق ما جوینده او باشیم. چرا ما اینو این شکلی میگیم؟ آیا سعادتی در کلام وجود داره؟ بله. سراغ آیه‌اش نمیرم ولی مربوط میکنم باب 4 آیه 5 اونجا که شاگردان در طوفان گیر افتادن. همینجا که الان صحبت کردم راجع به پتروس رفت روی آب، چطوری شد رفت روی آب؟ عیسی مسیح شاگردان فرستاد، گفت برید اون ور رودخونه، من میام. خودش رفت برای دعا، وقت گذاشتن با پدر. شاگردان در طوفان گیر افتادن و ناگاه دیدن که عیسی مسیح داره روی آب میاد. کلام خدا میگه تو انجیل مرقس، میگه خدا می‌خواست از کنار اینا رد بشه. خدا می‌خواست از کنار رد بشه، یعنی حاضر بود ببینه که اینا در طوفان میمیرن؟ نه، ولی می‌خواست نامش رو ببرن. می‌خواست که اینا در سختی‌ها خدا رو صدا کنن. جای دیگه ایوب میگه که خداوندا میدونم تو داری از کنار من رد میشی ولی من نمیبینمت. ما در سختی هستیم خداوند رو صدا کنیم. ما در فشارها هستیم خداوند رو صدا کنیم. خدا هیچ وقت ما رو ترک نکرده. خدا خدای شفاع‌دهنده است. خدا خدای تامین کننده است. خدا خدایی که وعده‌هاش عمل میکنه. خدا خدا نیست که وعده‌هاشو زیر پا بذاره. پس اگه سختی میاد میخواد ما رو خداوند دور کنه، تسلیم نشیم. پس بریم به 3 قدم بعدی رو با هم بگیم و بحث رو تمام کنیم. ایمان دید، ایمان سخن گفت و ایمان عمل کرد. حالا چه اتفاقی میفته؟ ایمان می‌ایستد. چطوری می‌ایستد؟ بیایم از کلام بخونیم. بریم افسوسیان باب 6 آیه 10 بعد رو بخونیم. من آیات رو میخونم، شاید زمانمون بیشتر بشه ولی برکت در خواندن آیات هست. چون میدونم شما کلامو دست گرفتین، با من دارید میخونید. این حرکت قوت بی‌نهایت عظیمی توش هست. وقتی در خواندن کلام با هم نظر، هم جهت هستیم. باری در خداوند پشتوانه قدرت مقتدر او نیرومند شوید. اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید. زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت‌ها، علیه ریاست‌ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج‌های ارواح شریر در جاهای آسمانی می‌جنگیم. پس اسلحه کامل خدا رو برتن کنید. هللویا. میگه که قبل‌تر در برابر حیله‌های ابلیس بایستید. اگر ما در سختی هستیم، اگر در فقر، در مریضی هستیم، اسیر حیله‌های شیطان شدیم. چون شیطان یه فریبکاره، شیطان یه دروغگوئه، شیطان فقط حرف میزنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه. با فریبش یوغ به گردن افراد میندازه. در نام مسیح اون یوغ‌هایی که در گردن هر کدوم از شما عزیزان هست احساس سنگینی میکنه، در نام مسیح شکسته اعلام میکنم. چون وقتی کلام خدا رو میخونید بیداری میاد، فریب‌های شیطان وارد میشه و باطل میشه. وقتی کلام خدا رو میخونیم فریب‌های شیطان باطل میشه، چون کلام خدا براتون مکاشفه میشه. کلام خدا میگه شیطان یک حیله‌گره، فریبکاره، هیچی نیست، فقط حرف میزنه. من باید چیکار کنم؟ کلام خدا رو اعلام کنم. اسلحه من چیه؟ اسلحه من کلام خداست. سپر ایمانه. کلام خدا باید در دستان ما باشه، نه که باشه بزنیم سر کسی، بلکه بخونیم تا در ما عمل کنه. پس ایمان می ایستد یعنی چی؟ ایستادگی میکنن. در جنگ‌های روحانی می ایستد. جنگ روحانی نیست که من وایسم فریاد بزنم شیطان تو هیچ کاری نمی‌کنی، 4 تا خوشم شیطان بدم. نه، از این موضوع خارج بشین. جنگ روحانی ما اول شکرگزاری و ستایش خداونده و بعداً اعلام کردن آزادیتونه و کار خداوند برای شماست. هویت خودتون رو در مسیح عیسی اعلام کنید. اون جنگ روحانیه. من در مسیح عیسی کی هستم؟ من شاهزاده هستم. من با مسیح عیسی در جاهای آسمانی نشستم. من با مسیح در موکب ظفر نشستم. من با مسیح مردم و مسیح در من رستاخیز کرد. پس اگر مسیح در من زیست میکنه چه کسی میتونه به علیه من عمل کنه؟ کلام خدا میگه اگر مسیح با ماست کیست بر ضد ما؟ و همین باعث میشه شیطان از شما دور بشه. اگه همین آیات همین الان با خودتون تکرار کنید غیر ممکنه شیطان به دنیای تاریکی به شما نزدیک بشه. دوباره میاد، چون به خداوند هم نزدیک شد. نه که یه بار اعلام کنیم که شیطان برنمیگره، نه اون پرروه برمیگره ولی فریبکاره. شما با کلام خدا جلوش وای میسید. چطوری؟ چون چه مدرک کتاب مقدسی داریم براش. میگه عیسی مسیح بعد از اون 40 روزی که در بیابان بود که با ارواح شریر و وحوش صحرا می‌جنگید، مبارزه می‌کرد،
روز 40 تمام شد، شیطان اومد آزمایشش کنه. وقتی شیطان رو با کلام خدا، گفتن کلام خدا شکست داد، میگه شیطان برای زمانی از او دور شد. اگر از خداوند عیسی برای زمانی صرفا دور شد، ما وقتی کلام خدا رو اعلام میکنیم، درست اعلام میکنیم، آیه هایی از کلام خدا رو اعلام میکنیم که اون لحظه خدا تو قلب ما گذاشته، چون قبلا کلام خدا رو انقدر خوندیم در وجود ما نشسته، شیطان هم ما دور میشه در نام مسیح عیسی. پس ایمان میستد این شکلی. هللویا. پس اگر هنوز گفتین، تصویر رو دیدین، گفتین، اعلام کردین، عمل کردین، اتفاقی نیفتاده، پس باید جنگ نیکوی ایمان رو بکنید. بایستید، ایستادگی کنید. هللویا. شکر خداوند. مزمور 20 هفته قبل خوندیم، ولی اینجا لازمه که یه کوتاه فقط یه آیه‌اش رو میخونم. مزمور 20 آیه 8 فکر کنم. او از آسمان مقدسش وی را اجابت می‌فرماید، به نیروی نجات بخش دست راست خویش. اینان عرابه‌ها و آنان اسب‌ها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد. هللویا. نام خداوند ما شیطان اما دور میکنه. نام عیسی مسیح خداوند شیطان اما دور میکنه. نام عیسی قدرت بی همتا داره. فراموش نکنیم خون عیسی در زندگی ما قدرت فراوان داره. اینا اسلحه جنگ ما هستن، اسلحه جنگ‌های ما هستن. نام عیسی، خون عیسی و کلام زنده. پس این کلام خدا میگه آنها با همه قدرتشون افتادن. در جنگ‌هایی که اسرائیل داشت، در جنگ‌های داوود داشت، در خروج موسی از مصر دیدیم که چطوری لشکرهای قدرتمند سقوط کردن. دیدیم که جولیات چطوری تسلیم داوود شد. داوودی که در مقابل اون بچه‌ای بیش نبود. داوود گفت من به اسم یهوه سباوت خدای لشکرها میام. من به اسم خداوند که لشکر فرشتگان رو در خدمت من گذاشته میام. پس اون لشکر فرشتگانی که داوود رو قدرت دادن تا جولیات شکست داده، ما هم قدرت میدن. چون کلام خدا میگه کوچکترین شما از یحیی بزرگتره، یحیی تمهید دهنده، و یحیی از تمامی عهد عتیق بزرگتر بود. ریاضیات کلاس دوم سوم دبستان. ایمانداران عهد جدید در یحیی بزرگترن، یحیی از عهد عتیق بزرگتره. پس ما ایمانداران عهد جدید که در کلام خدا هستیم، از تمامی عهد عتیق با تمامی انبیاش بزرگترین. دانیال، اشعیا، حزقیال فرق نمیکنه، ازشون بزرگترین، چون روح القدس در ماست. اون اندازه ایمان کاملا در ماست. در عهد عتیق روح القدس بر اونها می اومد، در درونشون نبود. الیشع روح القدس بر اونها می اومد، درونشون نبود. پس آگاه باشین از اون قدرت بی‌نهایت عظیمی که در شما عزیزان هست. پس دیدیم که چطوری ایستادیم. پس ایستادگی کنید، سازش نکنید، عقب نشینی نکنید. وقتی فقر هست، وقتی مریضی هست، دنبال پلن بی نگردیم. پلن A، شفا، نان روزانه فرزندان خداونده. شفا بیاد همین الان در نام مسیح. دولتمندی، آزادی مالی، آزادی از بدهی، نان روزانه فرزندان در نام مسیح فقر آزاد شد. پس آزاد میشیم در نام مسیح. این جنگ نیکوی ایمان ما این شکلیه. هنوز ندیدیم ما، ولی انجام میدیم. هنوز ندیدیم ولی میدیم جلو. بریم دوباره ببینیم پولس رسول چی بهمون میگه. اول قرنتیان باب 15 آیه 1. و اما ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم. همان انجیلی که پذیرفتید و بدان پایبندید. در نام مسیح که هر فریبی در زندگی ما باطل شده است، ما باید انجیل خداوند پایبندیم. انجیل خداوند عمل میکنه. انجیل خداوند 100% در زندگی ما عمل میکنه. بایستی بایستیم. یه آیه دیگه، اول قرنتیان 16 13. امیدوارم آیه رو برعکس نخونم چون قبلا پیش اومده. اول قرنتیان 16 13. هوشیار باشید، در ایمان استوار بمانید. مرد باشید و نیرومند شوید. استوار بمانید. مرد باشید اینجا منظور زن و مرد نیست. خواهران عزیز،
شما هم شیرزنایی هستید برای کلیسای خداوند و برای خانواده‌هاتون. چون هر خانواده‌ای که اگر زن قدرتمند وای نسته در خانه، سنگر و محکم نگه نداره، مرد هیچی نمیشه و اون زنی که خانه رو سرپا نگه می‌داره و مرد میتونه بیرون بجنگه. پس شما شیرزنان هم سهم عظیمی دارید. شکر بر وجودتون. یقین داشته باشید که خدا به وعده‌هاش وفاداره. چون رومیان باب 4 آیه 21 هم پولس همین رو میگه. او یقین داشت که خدا قادر است به وعده‌های خود وفا کند. یقین داریم در نام مسیح، ایمان داریم، باور داریم که خدا در وعده‌هاش امینه. دوم قرنتیان باب 5 آیه 7 باز هم می‌خونیم. اگه الان نمی‌رسین آیه رو نگاه کنین، حتما در تکرار آیه ها رو بخونید. خواهش می‌کنم. من می‌تونم آیه ها رو نخونم بعد چند برم جلو، ولی واقعا خودم لذت می‌برم. از همین روز که اینگونه رنج می‌کشیم، اما عار ندارم، چرا که می‌دانم به که ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند که آمدن عیسی مسیح. دوم قرنتیان 5:7 رو براتون خوندم. ممکن شخصی نو ایمان باشه، ممکن شخصی در ایمان افتاده باشه، یا کسانی که ایمانداران ناکارن فکر کنن که ایمان یک موضوعیه که عدم اهمیت میاره. نه، وقتی کلام میخونیم میبینید تمام امنیت در کلام خداست و در ایمان به خداونده. چون عیسی مسیح صخره مستحکمه. واسطه این صخره مستحکمه که ما رو دنیا نمیتونه در خودش ببله. ما میایستیم بر روی این صخره تا اومدن عیسی مسیح خداوند. پس میدونیم خدای ما وعده‌اش عمل میکنه، دروغگو نیست. چون در کلامش میگه یک جای دیگه، مزمور 89 آیه 34، عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. کلام خدا کاملا واسطه روح القدس به دستان کاتبین، نبیها، پادشاهان و رسولان نوشته شده. پس کلام خداست و هیچ چیز تبدیل نمیشه و انجام میشه.